خیانت آخوند قزوینی در تفسیر آیه ابلاغ. بینندگان عزیز، با وجود درخواست‌های مکرر اهل سنت از آخوندهای رافضی که یک آیه صریح قرآن کریم در اثبات امامت امام علی رضی الله عنه و یا یکی از امامان آنها ارائه نمایند، آنها عاجز مانده و برای فرار از این تنگنا به دو گروه تقسیم شدند. عده‌ای صراحتاً معتقد به تحریف قرآن شدند و گفتند که صحابه قرآن را تحریف کردند و آیاتی که مربوط به ولایت ائمه بود از آن جمله اسم علی رضی الله عنه حذف شده است، چنان که علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خود جلد 1 صفحه 11 میگوید: و اما ما هو محرف منه فهو قوله لكن الله يشهد بما انزل اليك في علي انزله بعلمه والملائكة يشهدون وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. همانطور که میبینیم قمی معتقد است که نام علی رضی الله عنه از چند آیه و مخصوصاً از آیه ابلاغ حذف شده و قرآن تحریف شده است. و گروه دوم چون دیدند که با این اعتقاد تیشه بر ریشه خود میزنند، تحریف قرآن را منکر شدند، اما در معانی آن تحریف نمودند و معتقد بر این شدند که امامت علی رضی الله عنه در قرآن کریم صراحتاً نیامده، اما روایات آن را تأیید نموده است و چنگ به روایات واهی و بی اساس زدند. در جواب این دسته از شیعیان باید گفت که مگر نمیگویید که ولایت اصل مهمی از اصول دین است و پذیرش آن شرط قبولی عبادات است و قرآن کریم کتابی است که اصول دین را به شکل صریح و واضح بیان نموده است و حتی حج را که رکن آخری اسلام است سوره‌ای به نام آن تخصیص داده شده است. پس چرا این اصل مهم شما در قرآن نیست؟ آیا امامت مهمتر است یا گاو بنی اسرائیل و سگ اصحاب کهف که در مورد آنها آیات صریح وارد شده است اما در مورد امامت اشاره هم نشده است؟ آخوندهای رافضی بعد از اینکه نتوانستند آیه صریحی در مورد امامت امام علی رضی الله عنه ارائه نمایند و دانستند که با اعتقاد به تحریف قرآن دچار تکفیر خواهند شد، دست به دامن تحریف و خیانت و روایات جعلی و اکذوبه های تاریخی شدند. به این کلیپ آخوند قزوینی توجه نمایید که در نقل کلام ابن ابی حاتم مرتکب خیانت شده آن را قیچی می نماید. از مواردی که فقها برای شما عرض کنم چیز دارن استدلال میکنن بر اصول دین بودن امامت، یکی آیه 67 سوره مائده هست: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر آنچه که به تو ابلاغ شده به مردم برسان، که نازل شده برسان، اگر نرساندی رسالت ناتمامه. این اصول رو میرسه. خب دیگه این به فرو که نمیخوره که پیغمبر فرض در رابطه با اینکه بسم الله در نماز چطوریه، در مثلا نماز رکوع هم باید باشه، سبحان الله باید گفت، آیا این هست؟ این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این دیگه داد میزنه بر اینکه اگر ما ثابت کردیم ما انزل الیک امامته، قطعا امامت میشه از اصول دین. اما اثبات این، عزیزان دقت کن، من خیلی فشرده سریع میگم. ابن ابی حاتم از بزرگان اهل سنت هست که ایشون میگه این آیه یا ایها الرسول بلغ در حق علی نازل شده. تفسیر ابن ابی حاتم هم دوستان میبینن. خود ابن ابی حاتم هم میگه من در این کتابم فقط احادیث صحیح نقل میکنم. ابن تیمیه هم میگه، آقای ابن ابی حاتم و ابن جریر تفسیرشون متضمن روایات قابل اعتماده. پس
ثبت ولایت علی بن ابی طالب، بر این که این آیه در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده. پس ثبت بر این که این آیه در حق علی نازل شده و در حق علی ثابت شد نازل شده. و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این جز اصول چیز دیگری ندارد. آقای قزوینی مرتکب خیانت شده سخن ابن ابی حاتم را قیچی کرده است. ابن ابی حاتم در ادامه این قولش من در این کتابم احادیث صحیح نقل می کنم می گوید و این كانوا مختلفین ذکرت اختلافهم و ذکرت لكل واحد منهم اسنادا، یعنی اگر در مسئله اختلاف وجود داشت اختلافشان را ذکر کردم و برای هر کدام از آنها نیز سند ذکر نمودم. اما قزوینی ادامه کلام ابن ابی حاتم را ذکر نمی کند و ادامه کلام او بیان کننده این است که روایات ضعیف را هم برای بیان کردن اختلاف می آورد و سند آن را بیان می کند. ابن ابی حاتم در تفسیرش در وجه اول روایاتی را آورده است که تنها یک مورد آن درباره نازل شدن این آیه در حق علی رضی الله عنه می باشد که ضعیف و غیر قابل احتجاج است، و در دیگر روایات و همچنین در وجه دوم روایاتی دیگر را آورده که هیچ ارتباطی با نازل شدن این آیه در حق علی رضی الله عنه ندارند. این روایت ضعیف است و شیخ البانی آن را در سلسله احادیث ضعیفه جلد 10 صفحه 589 آورده است، چون در سند آن راوی به نام علی بن عابس و راوی دیگری به نام عطیه اوفیس که علما از جمله یحیی بن معین، ابن حجر و ابن حبان قول به ضعیف بودن آنها دارند. مراجعه شود به الجرح و التعدیل ابن ابی حاتم ترجمه 1085، المجروحین ابن حبان جلد 2 صفحه 104.